بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اگر تنها همین چند بیت شعر پرنغز و معنا سرلوحه زندگانی ما آدمیان قرار می گرفت، دنیا بوستانی از صلح و آرامش و گلستانی از اخلاق، عشق و محبت خواهد بود. اول اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت شاعر، نویسنده، استاد سخن، معلم اخلاق سعدی شیرازی بر ادب دوستان مبارک باد.